امروز در ناحیه شاماسوری پایتخت با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستمی امامعلی مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه غیر دولتی اکادمیای عمومی جهانی کمبریج مورد بهره برداری قرار داده شد. بعد شناسایی پورا با شرایط و امکانیات مکتب نو پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اقدام صاحبکاران وطنی برای بنیاد چنین یک مؤسسه معاصر تعلیمی بهای بلند دادند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در ناحیه شاه منصور پایتخت مؤسسه تعلیمی تحصیلات عمومی غیر دولتی اکادمی عمومی جهانی کمبریج را در وضعیت تنتنوی افتتاح کردند. یادآور می‌شویم که پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای ساختمان این مؤسسه بین‌المللی تاجیکستان و بریتانیا 28 اپریل سال 2017 سنگ اساس گذاشته. همان وقت ساختمانچان را به اجرای با صفت کارها هدایت کرده بودند. اینک بنای مکتب معاصر در دوام 1.5 سال با طرح زمانوی و با صفت بلند معماری بنیاد و با اشتراک پیشوای ملت مورد بهره برداری قرار داده شد. مساحت عمومی قطعه زمین مؤسسه تعلیمی مذکور 6847 متر مربع و مساحت عمومی ساختمانی آن باشد 2345 متر مربع را تشکیل می‌دهد. مؤسسه از دو بنای 3 آشیانه با تهخانه و بالاخانه و یک بنای 2 آشیانه عبارت می‌باشد. در مکتب مذکور 500 جای برای تعلیم و تربیه تا مکتبی و تحصیلات عمومی فراهم آورده شده است. در اینجا آشخانه با 150 جای نشست، نقطه طبی، کتابخانه و صنفخانه ها برای تعلیم و تربیه تا مکتبی و صنف های بالایی موجود است. در مؤسسه صنفخانه ها برای آموزش فن تعلیم مهنت از جمله از خودکنی پخت و پز، صنفخانه مهندسی برای آموزش تکنولوژی معاصر، حفظ آوازی، صنفخانه مخصوص برای آموزش رقص های ژیمناستیک و بالت، تالار ورزشی، حجره عوض سر و لباس و تالار مجلس برای 90 جای نشست جایگیر می باشد. تعلیم در این مؤسسه طبق برنامه‌های تعلیمی زینه‌های تحصیلات تا مکتبی و تحصیلات عمومی در اساس استانداردهای دولتی تحصیلات بریتانیای کبیر و مطابق با استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان صورت گرفته. زبان تعلیم زبان انگلیسی می باشد. تعلیم و تربیت تا مکتبی در مرکز انکشاف کودک و تحصیلات عمومی باشد در 3 زینه: ابتدایی، عمومی اساسی و میانه عمومی عملی می‌گردد. پس از ختم این مؤسسه به ختم کنندگان حجت‌های تحصیلات نمونه دولتی جمهوری تاجیکستان و بریتانیای کبیر داده شده. آنها می‌توانند تحصیل خود را در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای اروپا، آمریکا، ژاپن و غیره ادامه دهند. آموزگاران و استادان در این مؤسسه از دایره بهترین معلمان صاحب کسب و صاحب تجربه بریتانیای کبیر و جمهوری تاجیکستان دعوت گردیده مشغولیت‌ها و درس‌ها به خوانندگان با استفاده از اصول‌های معاصر تعلیم براه مانده می‌شوند. بغیر از این مؤسسان به نقشه گرفتند که تا سال 2020 بعد از جانب مقامات داخلدار دولتی جدا گردیدن قطعه زمین برای خوانندگان سن و سال از 18 تا 23 ساله کالج بنیاد نمایند. بعد شناسایی پورا با شرایط امکانات مکتب نو پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اقدام صاحبکاران وطنی برای بنیاد چنین یک مؤسسه معاصر تعلیمی بهای بلند دادند. در صحن حولی مؤسسه تعلیمی تحصیلات عمومی غیر دولتی اکادمی عمومی جهانی کمبریج اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استادان و خوانندگان صحبت صمیمی دایر کردند.